دوستان عزیزم سلام. در قسمت قبل روی درآمدهای عملیاتی نماد ساروم صحبت کردیم. حالا در ادامه میریم سراغ ردیف دوم صورتهای مالی، یعنی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی. بهای تمام شده یعنی همون هزینه هایی که شرکت برای تولید محصول در کارخونه پرداخت میکنه، مثل هزینه پرسنل، مواد اولیه و انرژی. همونطور که در صورت مالی سه ماهه منتهی به 31/3/1404 میبینیم، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 356 میلیارد تومان بوده. این عدد در دوره مشابه سال قبل 299 میلیارد تومان بوده، یعنی حدود 19% رشد در هزینه‌های تولید. این مقدار رشد رو شما میتونید در سمت چپ صورتهای مالی مشاهده کنید. اما نکته مهم اینجاست، در همین مدت درآمدهای عملیاتی 77% رشد کرده. این یعنی شرکت تونسته هزینه ها رو کنترل کنه و درآمدش خیلی بیشتر از هزینه ها افزایش پیدا کرده. نتیجه چی هست؟ نتیجه اینه که این شرکت کیفیت سودش افزایش پیدا کرده و یک تیک مثبت میتونه این شرکت بگیره. در روزهای آتی آموزش تحلیل بنیادی را ادامه خواهیم داد. حتما دانایک را دنبال کنید.